تا حالا به این فکر کردی که چطور میتونی مثل یه حرفه‌ای فال بگیری و همه رو تحت تاثیر قرار بدی؟ تو این ویدیو قرار بهترین ترفنده و نکات حرفه‌ای رو یاد بگیری که میتونه تفسیرات رو از سطح معمولی به سطح شگفت‌انگیز تبدیل کنه. اگه علاقه داری که با کارتا بیشتر ارتباط برقرار کنی، تا آخر این ویدیو همراه من باش. دوستان عزیزم سلام، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. به کانال تاروت یونانی خوش آمدین. خب اولین چیزی خیلی مهمه آماده سازی ذهنیه. بهتره قبل از شروع کار با کارتا ذهنتون رو آروم کنید و تمرکز داشته باشید. برای این کار میتونید از تکنیک مدیتیشن استفاده کنید یا اینکه میتونید چند تا نفس عمیق بکشید. این کار کمک میکنه ذهنتون آماده بشه که بتونید بهتر کارتا رو تفسیر کنید. حتی میتونید شمع روشن کنید تا انرژی های محیط پاکسازی بشه یا حتی یه موسیقی آرام بخش بذارید تا حال هواتون بهتر شه. فقط یادتون باشه زمانی که نظر روحی حال احوال خوبی ندارید یا مثلا استرس و تنش دارید، مطلقاً به سراغ کارتای تاروت نرید. حالا فرض رو بر این میگیریم که حالمون خوب و شرایط خوبی هم داریم. میریم سراغ کارتا. وقتی دسته تاروت رو توی دستمون میگیریم، باید سعی کنیم با کارتا ارتباط قلبی بگیریم و انرژی خودمون رو به کارتا منتقل کنیم. سعی کنید با آرامش کارتا رو آروم آروم بر بزنید. اجازه بدید حس ششمتون شما رو راهنمایی کنه. حالا کارتایی که به دلتون میشینه رو انتخاب کنید. اگه حس کردین که یکی از کارتا توجهتون رو جلب میکنه، حتما اون کارت رو انتخاب کنید. اما قبلش دقیقاً زمانی که کارتا رو بر میزنید، نیت یا سوالی رو که دوست دارید از تاروت بپرسید رو تو ذهنتون مرور کنید. باید یادتون باشه که سوال یا نیت رو به طور واضح و مشخص در ذهنتون مرور کنید. مثلا من در فلان کار موفق میشم. اشتباها نگین که من موفق میشم یا نمیشم. این مدل نیت کردن کاملا اشتباهه. به کارتایی که از دسته کارتا بیرون میکشید دقت کنید تا بتونید پیام تاروت رو متوجه بشید. ممکنه احیانا وقتی که کارتا رو بر میزنید یک یا چند تا کارت از دستتون بیفته. این کارتایی که به طور اتفاقی در حین بر زدن از دستتون بیرون میفته، نوعی کلید برای شما و نیت شماست و قطعاً نشونه برای پاسخه. برای اینکه شما عزیزان یه خواننده حرفه‌ای بشین، بتونید بهترین تفسیر رو انجام بدید، باید تکنیک‌های تفسیر فال رو خوب یاد بگیرید که این خود شامل آموزش و یادگیری نمادها، شناخت کارت‌ها، ترکیبات و از همه مهمتر ارتباط بین کارت‌هاست. مثلا وقتی کارت ماه و خورشید از دسته کارتا بیرون میان و کنار همدیگه قرار میگیرن، باید بدونید که این ترکیب چه معنایی داره و چطور میشه این ترکیب رو تفسیر کرد. این نکته که خیلی مهمه تمرین مداومه. هر چقدر بیشتر تمرین کنید، بیشتر نمادها رو یاد بگیرید، بیشتر ترکیبات رو درک کنید، بهتر میتونید کارتا رو تفسیر کنید. میتونم بهتون پیشنهاد بدم که هر روز نیت کنید یا به نیت دوستاتون تاروت بکشید. این کار به شما کمک میکنه که تفسیرهای بهتری داشته باشید. نتیجه ها رو حتما برای خودتون یادداشت کنید و با اتفاقاتی که برای طرف مقابل میفته مقایسه کنید. این چند تا نکته رو که خدمتتون عرض کردم نکات کوچیک اما کلیدی هستن. امیدوارم که این نکات بهتون کمک کنه تا تفسیرهای بهتری داشته باشید. اگه سوالی دارید حتما تو کامنت ها بپرسین و فراموش نکنید که کانال رو هم سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای جدید با خبر بشین. مرسی از شما دوست عزیز که تا انتهای این ویدیو همراه من بودین.